زبان بدن کسی که از تو متنفره یا حس خوبی نسبت بهت نداره. معمولا نشونه هایی داره، این نشونه ها خیلی واضح نیستن همیشه، ولی یه سری علامت های رایج هست که بهت کمک میکنن بهتر متوجه بشی. زبان بدن کسی که از تو متنفره یا ناراحته. دوری کردن ازت فاصلش رو با تو زیاد میکنه، مثلا زاویه بدنش به ساعت دیگه است یا از تو فاصله میگیره. بازوهای بسته، وقتی دستهاش رو روی سینه یا شکم قفل میکنه، یعنی دفاعی شده و ممکنه ناراحته یا میخواد خودش رو محافظت کنه. کم کردن تماس چشمی، چشماش رو به عمد ازت برمیگردونه یا زیاد نگاهت نمیکنه چون دوست نداره ارتباط نزدیک داشته باشه. صورت بی تفاوت یا اخمو، اخم کردن، لبها رو جمع کردن یا حالت سرد داشتن روی صورتش نشون ناراحتیه. لمس کردن مکرر صورت یا گردن، مثلا دست دادن به گردن یا مالیدن صورت که نشونه استرس و ناراحتیه. حرکات تند یا بیقرار، تکون دادن پا، تکان دادن انگشت‌ها یا نگاه کردن مرتب به ساعت نشون بی‌حوصلگی یا عصبانیت میتونه باشه. نکته مهم، این علائم فقط نشونه آن، همیشه دلیلش متنفر بودن نیست. گاهی ممکنه طرف خسته باشه یا به چیز دیگه فکر کنه، پس بهتره با مهربونی رفتار کنی و بدونی همه چیز همیشه اونطوری که به نظر میاد نیست.